به نام خدا سلام. می‌دونی تو جلسه قبلی با هم یه نکته آشنا شدیم. گفتیم تو جلسه بعدی میایم ازش مثال حل میکنیم. نکته ما این بودش که اگر بالای x توان 2 داشت و زیر رادیکال بود، 2 و رادیکال با هم دیگه میرن و x داخل قدر مطلق میره. خب بریم یه مثال حل کنیم. اینم همینطوره. من یه رادیکال دارم. خب یه توان 2 دارم. توان 2 با رادیکال من، توان 2 با رادیکال از بین میره و این چیزی که زیر رادیکال بود میره داخل قدر مطلق منهای دوباره این 2 با رادیکال از بین میره و این میره داخل قدر مطلق. حالا جوابمون رو به دست میاریم. 9 چی بود؟ رادیکال 89. کدوم بزرگتره؟ معلومه خب رادیکال 89 از رادیکال 7 بزرگتره. پس جواب این قسمت مثبته. پس یعنی همون خودش رو مینویسم. رادیکال 7 منهای 2. 2 چیه؟ رادیکال 4. کدوم بزرگتره؟ خب مشخصه دیگه، رادیکال 7 از رادیکال 4 بزرگتره و اینم مثبته. بچه‌ها چون پشتش یه منفی داره یه قرینش میکنم. یعنی اینو میگم به جای اینکه مثلا اینطوری بگم منهای رادیکال 7 منهای 2، بیا همیشه قرینش کن. بگو منفی رادیکال 7 به علاوه 2. دقیقاً این همینه. جوابش میشه. خب حالا 9 با 2 میشه 11 منهای 2 رادیکال 7. بریم عبارت بعدی. عبارت بعدی هم میام رادیکال با توان 2 میزنم و عبارتی که زیر رادیکال رو میبرم داخل قدر مطلق منهای به علاوه 2. دوباره این 2 رو با رادیکال میزنم، میره داخل قدر مطلق این عبارت. خب تا اینجا شد. حالا 2 منهای رادیکال 5. 2 چیه؟ رادیکال 4. کدوم بزرگتره؟ رادیکال 5. معذرت میخوام. 2 منهای رادیکال 5. رادیکال 5 از رادیکال 4 بزرگتره. پس جواب این قسمت منفیه. یعنی چی؟ یعنی باید قرینه بشه. میشه منفی 2 به علاوه رادیکال 5. حالا رادیکال 2 منهای رادیکال 5. کدوم بزرگتره؟ رادیکال 5. پس جواب ما منفیه. ولی پشتش یه منفی داریم. منفی در منفی مثبت. یعنی چی؟ یعنی چیزی که داخل قدر مطلقه رو بنویس میشه به علاوه رادیکال 2 منهای رادیکال 5. بچه‌ها پس اینو دقت کنین که نگین منفی در منفی مثبت میشه یعنی بیا مثبتش رو بنویس. نه، یعنی اون چیزی که داخل قدر مطلق هست اونو بنویس. حالا اینجا 3 منهای رادیکال 2. 3 چیه؟ رادیکال 9. پس چیه؟ جواب من مثبته. میشه به علاوه 2 در این میشه چی؟ همون میشه 3 منهای رادیکال 2 مثبت بود دیگه، درسته؟ حالا اینم بنویسم اینجا. 2 میام ضرب میکنم. 2 3 تا 6 منهای 2 رادیکال 2. حالا رادیکال 5 با منفی رادیکال 5 میره. چی میمونه؟ منفی 2 به علاوه 6 میشه مثبت 4. پس منفی 2 و مثبت 6 رو با هم رادیکال 2 منهای رادیکال 2 یه منفی رادیکال 2 هم میمونه. پس جواب میشه 4 منهای رادیکال 2. بریم سراغ سوال 11. سوال 11 گفته اگر ایگرگ من منفی باشه و ایکس من منفی باشه، یا اصلا این عبارت‌ها رو به دست بیاریم. خب ایکس و ایگرگ هر دوش منفیه. بچه‌ها جمع دو تا عدد منفی فکر کنین منفی 1 این منفی 2 بازم منفی میشه دیگه، درسته؟ پس جواب این قسمت منفیه. ایکس هم چی بود؟ منفی بود. یه منفی پشتش دارم. منفی در منفی مثبت. پس جواب این قسمت منفی شد. یعنی بیا اینا رو قرینه کن. میشه منفی ایکس منهای ایگرگ.
این منفی در منفی شد مثبت، یعنی هر چیزی که داخل قدر مطلقه رو بنویس. پس می‌نویسم به علاوه x که این دوتا با هم دیگه، این دوتا با هم میرن x و منفی x و جواب آخر میشه منفی y. تو عبارت بعدیش گفته دوتا قدر مطلق منفی x. خب اصلا تو ببین x رو بگیر منفی 1 منفی 1 خب میشه مثبت 1. اصلا هر عدد منفی رو تو بیای منفیش کنی یعنی قرینش کنی میشه چی؟ مثبت. پس دوتا در مثبت یعنی همون چیزی که داخلش هست رو بنویس. منفی x منهای y هم چی بود؟ منفی بود. منفی در منفی مثبت یعنی هر چیزی که داخلشه رو بنویس. میشه به علاوه y. پس جواب شد منفی 2x به علاوه y. تو عبارت بعدی بعدیمون منفی x منهای y. بابا x رو گفتم بگی منفی 1 y هم منفی 2. خب اصلا منفیه به جای x بذارم منفی 1 به جای y بذارم منفی 2. گفتیم قرینه هر عدد منفی، قرینه هر عدد منفی مثبته. هر دوتاشون قرینه شده پس مثبت میشه. نگاه کن این منفی قرینه منفی 1 میشه مثبت 1. قرینه منفی 2 میشه مثبت 2. جمعش میشه 3. چی شد؟ مثبت شد. پس میام مینویسم منفی x منهای y. x من خودش منفیه. منفی در منفی مثبت یعنی هر چیزی که داخل قدر مطلق هست رو بنویس. مینویسم به علاوه x. حالا منفی x و به علاوه x ساده میشه و جواب میشه منفی y. بچه همونطور که میدونی نمیخوام که شما خسته بشین. همینجا فیلم متوقف میکنم تا جلسه بعدی. به خودم میسپارمتون.